بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یاد خدا. به ادامه درسی که امروز مورد مطالعه قرار میتیم تنظیمات صدای کامپیوتر یا ساوند کامپیوتر است. خب در قسمت نوتیفیکیشن ایریا مشاهده کنید. این قسمت مکمل به نام نوتیفیکیشن ایریا یاد میکنیم. در این قسمت یک گزینه یا یک آیکون وجود داره به نام ساوند. از این قسمت میتونیم صدای زمانی که من کلیک میکنم میتونیم صدای کامپیوتر بلند و یا هم پخش کنیم. فعلا 100% است، فیصدی 100 یعنی 100% بلند است. خب مشاهده کنیم من در قسمت دسکتاپ کامپیوتر یک موزیک دارم، میخوام این را پلی کنم تا شما عملا مشاهده کنید. سعی کنید پلی کردم و در این قسمت ساوند کلیک کنیم. فعلا 100% میخوایم پخش کنیم. این را به طرف چپ انتقال میتونم یا حرکت میتونم. میبینید فعلا چند فیصد شد؟ 46. هر چی که بخواین کمتر بسازید من فیصدی کم بسازید. فعلا 9%. اگر میخواین هیچ صدا نداشته باشه 0. میبینید بالای ساوند چی آمد؟ چلیپا. هرگاه از شما به این عمل مواجه شدید، مثلا ساوندتون پیشوش یک چلیپا آمد، به این معنی است که صدای کامپیوترتون پخش است. اگر میخواین این چلیپا از بین بره پس بین ساوند کامپیوترتون بلند این به طرف راست انتقال بدید. میبینید فیصدی را زیاد بسازید. خب ما در این قسمت تانستیم تنها صدای کامپیوتر بلند و پخش کنیم. اگر میخواین تنظیمات زیادتر مربوط به ساوند مشاهده کنیم باید کنترل پنل اول باز کنید. خب میایم در قسمت سرچ پروگرام. قبلا هم گفتم از این طریق میتونیم کنترل پنل چی کنیم؟ باز کنیم. خب ما در قسمت تایپ میکنیم کنترل. زمان کنترل تایپ کردن در قسمت آیکون کنترل پنل برای من ظاهر میشه. بالای کنترل پنل کلیک کرده. خب اگر بعض اوقات از شما به این شکل آمده میبینید دیگه بخش‌ها رو برای ما نمایش نمیده. بخواین تمام تنظیمات رو ببینید پس بیاین در قسمت کاتگوری چی انتخاب میکنید؟ Small Icons. خب در این قسمت مشاهده کنید یک گزینه وجود داره به نام ساوند. ما از این قسمت تنها تونستیم صدای کامپیوتر بلند و پخش کنیم، اما زمانی که بالای ساوند ما کلیک میکنیم در این قسمت میبینید تنظیمات زیاد وجود داره. تپ های زیاد وجود داره، مثلا تپ پلینگ است، تپ ریکاردینگ، تپ ساوند و تپ کمیونیکیت یا کمیونیکیشن وجود داره. هر کدام از این وظایف خاص انجام میده. خب تپ اول که به نام پلی بک. وظیفه از این تپ چی است؟ مثلا فعلا میبینید ساوند انتخاب شد. از چی فهمیدیم که انتخاب شد؟ تک مارک است. بعض اوقات شما گوشکی را در کامپیوتر وصل میکنید پس علامه چی فال میشه؟ گوشکی. یا بعض اوقات شما چی را فال میکنید؟ دایکه. میخواین صدای کامپیوتر یک موزیک پلی میکنین، یک ویدیو را پلی میکنین، میخواین بلندتر بشنوین، زمانی که همون دایک در کامپیوتر وصل کردین در قسمت اتومات چی انتخاب میشه؟ دایک. فعلا چی انتخاب است؟ ساوند. چون کامپیوتر لپتاپ است، اتومات کامپیوتر لپتاپ خودش لاسپیکر داره، ساوند فال است. خب این هم متوجه باشین کامپیوتر لپتاپ دارای دو لاسپیکر میباشه، یکی طرف راست و دیگر طرف چپ. ما میخوایم یک بار چک کنیم آیا هر دو لاسپیکر کامپیوترم جور است و یا خیر. فعلا میبینید در قسمت کانفیگر غیر فال است. زمان فال میشه که ما ساوند انتخاب کنیم، اما گزینه فال. یا شما گوشکی را وصل کردین در کامپیوتر، یک گوشکی کار میته یکیش نمیته، میخواین خود مطمئن بسازین پس اول این را انتخاب کرده. میبینید کانفیگر فال شد. در این قسمت بر شما عکس هم نمایش میده، یکی طرف راست و دیگر طرف چپ. میخوایم از کامپیوتر چک کنیم آیا هر دو لاسپیکرش فال است و یا نه. اگر از هر دو لاسپیکر صدا برآمد به این معنی است که هر دو لاسپیکر جور است. خب به خاطر چک کردن بالا چی کلیک میکنیم؟ تست. مشاهده کردید از هر دو لاسپیکر صدا بیرون شد. باز هم بر شما چک میکنم، کلیک کردم. بعض اوقات از یک لاسپیکر صدا می از دیگر لاسپیکر نمی. یا به می شکل گوشکی رو وصل میکنه، از یک گوشکی صدا می از گوشکی دیگر نمی. به این معنی است که اون گوشکی خراب است، یا طرف راست یا طرف چپ. خب ما این رو چک کردیم هر دو لاسپیکر کامپیوتر جور بود. بازم در قسمت ساوند کلیک کردم. بعد یک تنظیمات دیگر وجود داره به نام پراپرتیز. زمانی که من این قسمت انتخاب کنم خوب مشاهده کنید این قسمت غیر فال شد. زمان فال میشه همون ساوند فال تان انتخاب کنید. در قسمت این تک مارک است، من انتخاب میکنم، بالای پراپرتیز کلیک کرده. خب این هم دارای چندین تب می باشه. فعلا تب جنرال به معنی عمومی. در قسمت ساوند سکن زمان کرسر ما در قسمت میارم چی نشته شد؟ ساوند. میتونیم امی تکسش یا عنوانش تغییر بدیم. این ساوند نباشه میخوایم به فارسی تایپ شه موزیک. بر ما در قسمت چی نشان میده؟ موزیک. فعلا هم ساوند نشان میده.
خب من اپلای میگم، آل کرسر میارم چی برام نمایش میده؟ موزیک. درسته نام ازید هم تغییر کنیم یا میگم نه همون انگلیسی ساوند درسته، پس ایره پاک میکنیم با جای چی نشون میگم ساوند. بعد اپلای آل کرسر خواهد که میارم برای ما چی نمایش میدن؟ ساوند. بعد داریم چنج آیکن. مثلا اگه خواسته باشید تصویر زیر تغییر بدین بیاین در قسمت چنج آیکن، مثلا من میخوام اینیش تصویر باشه، انتخاب و اوکی. میبینین امو آیکن آمد. خب بعد داریم در قسمت پراپرتیز. در قسمت پراپرتیز کلیک کرده در قسمت بر ما درایور ساوند نمایش میده. وظیفه از این بخش چی است؟ مکمل تپای وجود داره. بعض اوقات صدا از کامپیوترتون بیرون نمیشه، پخش نمیشه، به این معنی است که درایور ساوند نصب نکرده. خب باز بعدا میخوایم که چگونه میتونیم درایور ساوند نصب کنیم. از این طریق ما نمیخوایم، بعدا از طریق منیج میخوایم. ایره کنسل. بعد میایم در قسمت تپ بعدی به نام لیول. میتونیم از این قسمت هم صدای کامپیوتر بلند و پخش کنیم که در این قسمت هم وجود داشت. میتونیم صدای بلندی یک موزیک کم و یا زیاد کنیم. در این قسمت هم مثلا فعلا 100% ایره کم میسازه. میبینین موزیک بیخید صدا نداره، صفر شد. پس اگر زیاد میسازین از این قسمت میتونین زیاد بسازین. بعد در قسمت یک گزینه دیگه داریم به نام بالانس. قبلا گفتم کامپیوتر دو لاسپیکر می داشته باشه، طرف راست طرف چپ. من میخوام طرف راست کامپیوتر لاسپیکر صدا نده، پس در این قسمت آمده یکی رایت به معنی راست، ال به معنی چی؟ چپ. خب طرف راست کامپیوتر میگیم صدا اید پخش نکنه، موزیک ایره پخش میکنیم. مشاهده میکنیم فعلا موزیک که پخش میشه از طرف سمت چپ. سمت راست چرا نمیشه؟ که چون ما ایره صفر ساختیم. اگر میخواین از دو طرف صدا برای ایره هم 100%. یا این بار میخواین طرف چپ کامپیوتر لاسپیکر صدا پخش نکنه، ایره صفر. میبینید طرف چپ آل پخش نمیشه، طرف راست اگر میخواین دوش پخش کنه ایره 100% انتخاب اوکی. بعد داریم در قسمت انانسمنت. وظیفه انانسمنت چیست؟ خوب متوجه باشین. دارای چهار گزینه است. از 4 گزینه میتونیم صدای کامپیوتر کم پخش به شکل بیس میسازه، به شکل ورتیکال میسازه، روم میسازه. اگر میخوایم بیخی صدای کامپیوتر بلند شه، بعض اوقات اگر شما مشاهده کرده باشین یا دیده باشین میگین صدای کامپیوتر بسیار پخش است. از این قسمت هم آمدم 100% ساختم اما بسیار پخش است. پس بیاین در قسمت انانسمنت گزینه 4 انتخاب کنید. این استکمال بیرون میکنیم، گزینه 4 انتخاب بر اپلای. زمان که اپلای بریم سعی کنید بسیار موزیک کامپیوتر یا صدای کامپیوتر بلند میشه. اپلای. خب اگر شما میخواین صدای کامپیوترتان همیشه بلند باشه گزینه 4 انتخاب کنین، بعد اپلای بگوین، همون صدای کامپیوترتان بلند میشه. من نمیخوام بلند باشه، ایده کنسل میکنم. بعد میایم در تپ بعدی به نام ریکاردینگ. این تپ به خاطر چی استفاده میشه؟ خوب متوجه باشین. تپ ریکاردینگ مثلا من در کامپیوتر خود اینترنت وصل ساختم. من میخوام تصویری یا صوتی به خارج گپ بزنم، صحبت کنم. صدا از طرف خارج میه اما از طرف من نمیره. کامپیوتر ما فرض مثال دسکتاپ است. کامپیوتر دسکتاپ دارای میکروفون یا مایک نیم باشه، صدای از اون طرف میشنوید اما صدای شما نمیره. به خاطر چی؟ چون کامپیوتر شما مایک نداره. یه خوبی که کامپیوتر دسکتاپ لپتاپ داره دارای چی باشه؟ دارای میکروفون می باشه. هم میتونیم صدا را بشنویم و هم صدا را آنامش میتونه بشنویم. اگر شما از کامپیوتر دسکتاپ استفاده میکنین برین از بازار یک دونه میکروفون بخرین، در کامپیوتر وصل بسازید، اتومات بر شما چی فال میشه؟ هم میکروفون. میتونین صدایتان ثبت کنین در کامپیوتر، یعنی صدایتان دوباره پس بشنوین چون میکروفون وصلت، یا به خارج زمانی که تماس میگیرین صدایتان خارج میشنوین. خب بعد میایم در این قسمت ساوند به معنی صدا. از این قسمت میتونیم مثلا زمانی که من یک پروگرام بسته میکنم یا باز میکنم یک صدا داشته باشه، یا زمانی که یک پروگرام از صفحهش بزرگ میسازم کامپیوتر ما یک صدا داشته باشه، یا یک پروگرام زمانی که کوچک صفحهش میسازم برای ما یک صدا پخش کنه. از این قسمت میتونیم گزینه های مختلفه مثلا کلوز پروب. اول میایم در این قسمت چی انتخاب میکنیم؟ خوب متوجه باشین. ویندوز دیفالت انتخاب میکنیم تا کامپیوتر صدا. اگر نو ساوند انتخاب کنیم کامپیوتر به شما صدا را پخش نمیکنه. خب میایم از قسمت ویندوز دیفالت انتخاب میکنیم. بعد میایم خب میگه چی کار را انجام میدیم؟ زمانی که یک پروگرام میخوایم بسته شود، خب این انتخاب میکنم. خب میگه صدایش انتخاب کن. میایم از قسمت ساوند، صداهای مختلف است میبینین. خب من میایم این صدای رنگ یک انتخاب میکنم.
میخوام یک بار این صدا رو چک کنم. چی رو کلیک میکنم؟ تست. میبینید یک صدا پخش شد. زمانی که اگر شما کدام پروگرام باز و یا هم بسته کنید این صدا یا این موزیک پخش میشه. اگه خوشتان آمد بیاین باز هم در قسمت کلیک کنید یک صدای دیگر انتخاب کنید، مثلا این صدا. بعد تست بگوین. خب همین میگیم درست است. اپلای. زمانی که مثلا یک پروگرام باز کنم برای ما چی میشه؟ یک صدا پخش میشه. زمانی که بسته هم کنم یک صدا. یا میایم از قسمت تنظیمات مختلف است شما میتونید چک کنید. من یک مثال میتونم بر شما، مثلا مینیمایز چی بود؟ زمانی که من یک پروگرام پنهان در قسمت تسکبار میکنم برای ما یک موزیک پخش شود، پس میایم مینیمایز انتخاب کرده از قسمت نن است، یعنی هیچ صدا نداره. پس میایم از قسمت یک موزیک انتخاب میکنیم. مثلا این موزیک میخوایم انتخاب کنیم. حال یک بار چک میکنم صدایشه. میبینید یه خوشم نامد. میایم یک موزیک دیگر انتخاب میکنم. تست. این هم نه یا این موزیکه. خب همین درسته. اپلای. زمانی که شما خوب مشاهده کنید یک پروگرام باز کنین بخوای مینیمایز کنین، دیدین یک موزیک بر ما پخش کرد. اگر نمیخواین که موزیک باشه بیاین از این قسمت چی انتخاب کنین؟ نه اپلای. هم موزیک بر شما پخش نمیشه. از این قسمت مثلا مسیج، زمانی که مسیج بده کامپیوترتان، زمانی که یک معلومات انتخاب کنین، مثلا سلکت معلومات انتخاب میکنین صدا، مثلا من میم از ما یک صدا رو انتخاب میکنم. اینی صدا رو تست میکنم. اپلای. زمان که شما مثلا یک معلومات انتخاب کنین بر شما چی میشه؟ یک صدا را پخش میکنه. یا میم از گزینه های مختلف وجود داره. مثلا کامپیوترتان خاموش میکنین چی رنگ صدا داشته باشه؟ آف. میبینید از قسمت یک صدا را انتخاب میکنین. زمان کامپیوترتان روشن میکنین یا کامپیوترتان سلیپ میکنه، از این قسمت میتونین گزینه های مختلف. اگر از این قسمت مثلا صدا خوشتان آمد، مثلا من میایم چی انتخاب میکنم؟ کلوزه، یعنی زمانی که پروگرام باز یا بسته میکنم در این قسمت صدا خوشم نام میخوایم از کامپیوتر انتخاب کنم. در کامپیوتر صداهای مختلف وجود داره. این قسمت خوشم نام میایم در گزینه آخر. خوب متوجه باشین. البته میایم در قسمت براوز. از این قسمت خوشم نامد میخوام از کامپیوتر یک موزیک انتخاب کنم. میایم در قسمت براوز. خب در قسمت یک صدا وجود داره، یک موزیک. شما در هر جای که کامپیوترتان برید موزیک انتخاب کنید و شرطش چی است؟ فرمت از موزیک چی باشه؟ باید WAV. فرمت های MP3 ویا را قبول نمیکنه. باید فرمت WAV باشه. این انتخاب اوکی اپلای. زمانی که من یک پروگرام باز کنم و یا هم بسته کنم بر من چی میشه؟ همون موزیک پخش میشه. تست میکنم یک بار. میبینید این موزیک. از این قسمت اگر نمیخواین صدا داشته باشه پس بیاین چی کنین؟ از قسمت نه انتخاب کنین اپلای. یا از قسمت نو ساوند. خب پس ما از قسمت ساوند میتونیم به کامپیوتر خود زمانی که پروگرام باز یک پروگرام بسته کامپیوتر خاموش کنیم. مثلا از قسمت که آف یعنی کامپیوتر خاموش کردیم، کامپیوتر آن روشن کردیم، کامپیوتر سلیپ کرد، برای هر کدام از این یک موزیک انتخاب کنیم. هم زمان مثلا فعلا غیر فعال، مثلا قسمت فعال، زمان کامپیوتر روشن کردم از قسمت میتونم یک موزیک. اگر از این قسمت خوشتان اومد میتونید از کامپیوترتان انتخاب کنید، بیاید در قسمت براوز انتخاب کنید. بعد داریم در قسمت کامیونیتی. این چی است یا کامیونیکیشن؟ این گزینه جهت دریافت تماس های تلفنی استفاده میشه. زمانی که در کامپیوتر یک زنگ میتونیم صدایش انتخاب کنیم. مثلا گزینه اول مود آل ادر ساوند. اگر این گزینه انتخاب کنیم کامپیوتر اون زنگ که میاد بدون صدا می باشه، صدا برای ما نمیده. اگر گزینه دوم انتخاب کنیم بلندی صدا چند فیصد می باشه؟ 80%. اگر گزینه سوم انتخاب کنیم صدای زمانی که زنگ به فیصدی صدا چقدر می باشه؟ 50% می باشه. زمانی که یک زنگ میاد فیصدی زنگ چقدر می باشه یا بلندش 50. اگر دو نات نتنگ انتخاب کنیم هیچ کار را انجام نمیده. پس ما هر بار که زنگ آمد بلندی زنگ چند باشه؟ 80%. بعد اوکی. این بود گزینه مربوط به ساوند که ما مورد مطالعه